با درود عزیزان، میخواستم یه نکته رو مطرح کنم توی مسائل که من میبینم توی ایران و بین ایرانی ها. یه عزیز اینه که متاسفانه اسلام یک طور شما رو بار آورده که حتی اگر ازش هم برمیگردین بدون مطالعه است و بدون هیچ با احساسه و متاسفانه خیلیاتون بعد اون رو عمومیت میدین به همه دین‌های دیگه، اون احساسی رو که دارین، چون خب بدون مطالعه است دیگه. و بعد حکم دائم در حال فتوا صادر کردن هستیم و دائم در حال اون ترویج فرهنگ پامنبری که توش بزرگ شدین هستین عزیزان. و این برای من که حالا هیچ وقت تو چنین فرهنگی بزرگ نشدم قابل پذیرش نیست. من دوست دارم مطالعه کنم، دوست دارم که بر حرفی که میزنم شاهد داشته باشم و دوست دارم که وقتی که حرفی رو میزنم با مطالعه باشه. اگر ایمانی هم دارم با مطالعه است. خیلی جالبه که خیلی ها فکر میکنن هر کی که ایمان داره مطالعه نداره و معمولا افرادی هستن که این حرفا رو میزنن که خودشون درصد حالا تجربه زندگی، پژوهش و چیزهای دیگه شون خیلی پایینه و بعد حکم صادر میکنن درباره کسی که حالا تجربه زندگی داره، مطالعه داره، پژوهش میدانی داره، پژوهش نمیدونم مطالعه‌ای داره، کتابخونه‌ای داره. اینطوری نباشیم. من واقعا متاسفم برای خیلی از هموطنام که به خاطر حالا حکومت جمهوری اسلامی از دینشون برگشتن، که خب من که از اول قبول نداشتم اون دین رو و اصلا نبودم توی اون دین، ولی اگر برمیگردین با مطالعه برگردین که وقتی که یه اتفاقی افتاد دوباره به اون چیزی که قی کردین برنگردین. چون من خیلی ها رو میبینم که تا مسلمون از اسلام برمیگردن بعد مریض میشن یا نمیدونم چی میشن، دوباره برمیگردن به همون چیزهایی که ازش برگشتن و خودشون رو میچسبونن به امامزاده های مرده یا دعاها و نمیدونم چیزهایی که مرده است. و این یه واقعا نمیدونم داونفال میگن بهش انگلیسی، یه چیزی هستش که مشکل ما ایرانی هست. واقعا مشکل این ضربه‌ای هستش که اسلام به ما زده که اهل مطالعه نیستیم، فرهنگ پامنبری داریم. هرچی هم حالا فقط مفهوم فرهنگ پامنبری نیست که بشین پای حرف یه آخوندی، همین که میشینیم پای حرف یکی هم که حتی آتئیسته و حرف اونو مثل توتی دوباره همونطوری تکرار میکنین، اونها فرهنگ پامنبریه و این اون ضربه‌ای هستش که اسلام بهتون زده و باید ازش بیاین بیرون، باید باش بجنگین، باید با این بیسوادی فرهنگی، این فقر فرهنگی جنگید. حکم صادر نکن، فتوا ندین برای دیگران. اگه من چیزی رو توی پیج اینستاگرامم میذارم، چون حالا میخوان هرچی میخوان بگین، ولی حکم صادر نکنین. احساسات منفیتون رو نسبت به اسلام
به ادیان دیگه منتقل نکنین. شما هیچی درباره اونها نمیدونین. وقتی هیچی دربارش نمیدونی، دربارش اظهار نظر نکن، خیلی بهتره. میگه اگر احمق دهان خودش رو ببنده، همون رو عاقل فرض خواهند کرد. ولی آواز احمق از کثرت سخنانش شنیده میشه. ببخشید اگر این رو گفتم، ولی این یه واقعیته. من الان توی کلیسا هستم، افتخارم میکنم تو کلیسا هستم و ایمانم هم همینه و هیچ کس نمیتونه ایمانو از من بگیره. روزتون خوش و سلامت. خدا نگهدار.